خب یک نفر دیگر سوال کرده است، با چند حرف نوشته است در نامش، معلوم نیست. شما قبول دارید که مردم از شخصیت پرستی و لگدبرداری و مردم فریبی و اضافه نویسی در پیشواز پرزیدنت قالین سرخ پرتافته، رقص و سرودخوانی و معاش و نفقه پسترین و دربدری و بی‌حقوقی و بی‌صاحبی و مظلومی خسته شده است و پرزیدنت آینده تاجیکستان میتواند اقلاً در دوام اقلاً 4 سال این خیانت و جنایت ها را اصلاح کند. از مهاجرت و مظلومی و بی‌حقوقی خسته شد مردم. تشکر برادر کبیری. برادر عزیز، چرا در 4 سال این چیزهایی که شما گفتید اکثریتش رو در چند ماه می شود اصلاح کرد؟ الان قسمت اول که شخص پرستی، چاپلوسی، قالین پرتایی، رقص و سرود خواندن در وصف پرزیدنت و این همه تملق، این را در حتی ماه نه، در روز اول باید تمام کرد. در دوام 4 سال مسئله های اقتصادی، برگرداندن مهاجرین، ایجاد ساختن جای کار برای آنها و کشور را از یک حالت دیکتاتوری و فقر و کمبزاعتی به یک حالت بهتر باید برگردان. اگر ما فقط در 4 سال فقط مبارزه با همون شخص پرستی و با چاپلوسی اگر بریم، پس هیچ کار نکردیم، پس اون حکومتی بعدی هم هیچ کار از دستش نمیاد. ما برنامه داریم که این قسمت اول رو در دوام یک چند روز باید اصلاح کرد و بعد اون دیگر در دوام 4 سال اول باید تاجیکستان حداقل بودجهش نه با حساب سامانی بلکه با حساب دلار باید که چند برابر زیاد شود. شاید کسی سوال دیاد که از کجا این کار را میکنید؟ کی کرده توانسته است؟ چرا گرجستان که مثل ما تاجیکستان یک کشور قشاقی، کمبزاعتی، پساشوروی بود و فساد و کروپسیا در گرجستان از تاجیکستان هم بیشتر بود. من در گرجستان خدمت کردم 2 سال و این مردم را خوب میشناسم. چرا ساکاشویلی توانست در دوام 4 سال بودجه گرجستان را 3 برابر زیاد کند؟ حداقل 3 برابر. کروپسیا را ریشه‌کن کرد و گرجستان را تماما از یک دولت دیکتاتوری قفامانده به یک دولت پیشرفته اروپایی تبدیل داد که خودش امروز در همون زندانی هست که خودش ساخته است. از داخل زندان باز فیسبوکش رو اداره میکند. یعنی این میراث خود همون ساکاشویلی است که یک ریفرماتور یک دولت میتواند بسازد که وقتی خودش رو هم زندانی کردن در اون زندان تواند زندگی کند و باز دعوا کند و با ادوکاتش ملاقات کند، با روزنامه ها مقاله بنویسد. مقاله های ساکاشویلی از داخل زندانش نشر می شود، در صفحه فیسبوکیش نشر می شود. یعنی حکومت آینده در دوام 4 سال باید دولتی بسازد که وقتی یکی از منصبداران آینده رو زندانی کردن بتواند مثل ساکاشویلی از داخل زندان باز با مردمش صحبت کند. رحمانوف را باید چند سال در همون زندانی کرد با یتیموف که امروز برای زندانی های سیاسی ساختند. یعنی در همون شرایط رحمانوف را باید چند سال نگه داشت که محمد علی حیات را نگه می‌دارد، زید سعیدوف را نگه می‌دارد. در جای بزرگمهر وزیر عدلیه یا که وزیر داخلی را باید نگاه داشت چند سال. بعد اینها را گذران باید به یک زندانی معاصر و زمانه‌ای که در اونجا زندانی همچون انسان بتواند مدت حکمش را ادا کند. بعد به اینا فهموند که امید شده است که شما هم انسانید، ما با شما همچون انسان رفتار میکنیم. اول شما رو بردیم به همون زندانی که شما برای دیگران ساختید، همون شرایطی که برای زندانی های ما کردید، چون این را باید بچشند، چند مدت باید اون را از سر بگذرانند. بعد اونها را باید آورد به یک زندانی که همچون انسان زندگی کنند. از اونها باید سوال کرد که اکنون میشود است که چرا شما مردم را فریب میکردید که نمیشود، امکان ندارد، ما تاجیکا آماده نیستیم، تاجیکستان برای دموکراسی آماده نیست، ملت ما غلامی را میپرورد، ظلم را میپرورد، ملت ما عادت نکرده است به آزادی. این را باید در این 4 سالی که شما میگید ساخت، اثبات کرد و نه تنها به جهان بلکه به خود همین امام علی رحمان حکومت امروزش هم باید نشان داد، اثبات کرد که برادران عزیز میشده است. اما چرا نشد؟ برای آنکه شما نخواستید، برای آنکه شما میترسیدید از آزادی، از عدالت، از حقوق بشر. همین است جواب من برادر به سوال شما.
برادر با نام طاهر ستار سوال کرده است: السلام علیکم، آیا شما همچون یک مخالف سیاسی گفته می توانید که در آینده با رهبر گروه‌های دیگر به مثل گروه 24 و دیگران یک گفت و شنود آنلاینی کنید و مقصدتان را به مردم روشن کنید تا مردم بسیار در فکر آن هستند که بعد از پیروزی شما می تواند با دیگر مشکل‌های بین گروه‌ها بند بمانند؟ اگر امکانیتش باشد به این سوال جواب بدهید. سوال دو در مسئله کلی سرز. خب دوستی عزیز، حالا با همین سوال اول شما من جواب بگم. در این باره چند بار از من سوال کردن، من جواب خود را دادم. باز تکرار میکنم که پیمان ملی تاجیکستان آماده است در هر ساعت، در هر روز، در هر کجایی که دیگر برادران از گروه های دیگری مبارز اعلان میکنند ما به نزد آنها میرویم. برای ما مسئله کی قوی‌تر است و کی ضعیف‌تر، کی بزرگتر است و کی خردتر، کی کلانسال و کی جوان، کی تجربه بیشتر دارد و کی کمتر، اینا وجود ندارد. برای ما همه مردم یک است، همه مبارزین یک است و ما این را بارها اعلان کردیم و هنوز هم آماده هستیم. اما نمی شود همیشه از ما سوال شود و ما هم جواب بگیم و همیشه بگیم ما آماده هستیم و برادران دیگر شاید آماده نباشند، شاید اونها دلیل دیگری دارن، مسئله رو دیگر خیلی میبینن. من نظر خودم رو گفتم و باز میگم و آماده هستیم و اصلا نظر من این است که شخص سیاستمدار مبارز یا گروه اگر در هجرت در وقت مبارزه آماده نباشد که با گروه های دیگر بشیند گفت و شنید کند و در یک طرح ملی مشورت کند، معنی را دارد که بعد از پیروزی، بعد از رفتن هم آماده نیست. او باز یک دلیل پیدا میکند، یک بهانه پیدا میکند و از گفت و شنید و از طرح‌های ملی دور میرود و این مخالفت و ضدیت و دشمنی را میکشانند به داخل. من فکر میکنم بهترین و مهمترین مرحله گفت و شنید همین مبارزه است تا اینکه ملت واقعا ببیند، بها بدهد که نه، اینا وقتی میگن که ما به تاجیکستان برگشتیم یک ملت یگانه، یک ملت واحد و که در آنجا همه مشکلات از راه مبارزه سیاسی، گفت و شنید، مشورت ملی حل می شود، وقتی این را اعلان میکنن اما خودشون در خارج با چند بهانه‌ای که فلانی را گفت و فلانی این کار را کرد سر میز گفت و شنید و همکاری نمیشینن، مردم این رو خود را قضاوت خواهد کرد، مردم بها میدهد. اما ببینید به تنهایی برای یک حزب، یک گروه پیروز شدن خیلی دشوار است. من نمیگم امکان ندارد، امکان دارد. حالا هر کسی بخواهد نخواهد گروه های مبارز دیگر مبارزهشون دوام میتین و انشالله ملت پشتیبانی خواهد کرد و این ملت پیروز خواهد شد، اما دشوار می شود. بهترش این است که نیروهای مبارز همه مشکلاتی که دارن، همه مسائلی هایی که در میان هست بشینن با رای گفت و شنید حل کنن و در پس درهای پوشیده و چون با راه گفتگو همه چیز رو حل کرده می شود. اما وقتی که این درها بسته هست و گفت و شنید نیست، خب ملت هم خودش سوال میکند پس آیا می شود با سیاستمداری که گفتگو رو انکار میکند، مکالمه رو انکار میکند، رد میکند، با او باور کرد که بعدی که به وطن برگشت او با دیگران صحبت میکند، او مثلا یک رحمانوف دیگر نمیشود. 100% میگوید ما یک رحمانوف رو با یک رحمانوف دیگر عوض میکنیم. اما وقتی که ببیند که نه اینها آماده گفتگو هستند، این معنی ندارد هیچ کس کمبودی ندارد. مگر کی گفته است که ما کمبودی نداریم، ما اشتباه نکردیم یا خطاگی نکرده ایستادیم امروز. هیچ کس گفتن نمیتواند، دیگران هم بیشتر یا کمتر از ما اشتباه دارند، خطاگی کردن و خواهند کرد در آینده. اما این معنی اون رو ندارد که اگر یک نفر یک اشتباهی کرد، یک حرفی گفت در یک جای در یک وقت دیگر نه ما دیگر درهای گفتگو رو بستیم، باید دیگر صحبت نمیکنیم، نه این طور نیست. بنابراین برادر عزیز، جواب ما همون جواب پیشینه هست، یگان چیز اضافه نمیشود. ما همیشه آماده هستیم و هر روزی که خواهش پیدا شود ما خودمون میرویم و ما خودمون در این گفتگو همیشه باز ماندیم و باز خواهیم موند ان شاء الله.